سلام دوستان و هموطنان عزیز. کسان را که من را نمیشناسند، نام من منوچهر کوهستانی است. تا 4 ماه پیش من در یوتیوب با شما دوستان عزیز صحبت داشتم. صحبت میکردیم و کاری میکردیم که با همدیگر فهمی داشته باشیم و یک درس عبرتی برای جامعه باشیم. و در طول 4 ماه آخرم با شما صحبت نکردم و با شما نبودم. بسیاری ها از من سوال میکردن که شما کجا هستین؟ چرا شما صحبت نمیکنید؟ آیا مشکلی پیش آمده است که شما صحبت کردن نمیتوانید؟ یا اینکه کار پیش آمده است که شما را نمیگذارد که صحبت بکنید؟ دوستان عزیز، من میتوانم که به باوری برای شما بگویم که مشکلی پیش نآمده است، اما در حقیقت کاری پیش آمده بود که من را نمیگذاشت که آزاد صحبت بکنم، چون همیشه وقتم کم بود. من همیشه وقتی که با دوستان صحبت میکردم از دل و جان صحبت میکردم. وقتی که انسان در یک کار هست و مشغول دیگر چیز هاست، نمیتواند که به کلی فکر و عقیده خود را برای مردم تهیه کند و مردم شاید از این کار بگویند که این چی میگوید. و دیگر دلیلم این هست که وقتی که ما و شما زیاد صحبت میکنیم، وقتی که ما و شما همیشه در یک باره صحبت میکنیم که فایده آور نیست، از اون صحبت بهترش صحبت نکنیم. به همان خاطر گفتم دوستان عزیز، بگذار که دوام این 4 ماه چیزی بیاموزم، زندگی بیاموزم که بتوانم که آموزنده برای شما باشم، بتوانم که با صحبتانم حداقل یک آرامی یا اینکه یک درسی برای شما تهیه بکنم. یک فیلمی را یک روز تماشا کردم و یک سخنی شنیدم که دل من را پر از غم کرد که این سخن چنان بود: آن روزی خواهد آمد که مردم چنان مشغول کارها و عشق و صفای خود بشوند که در دلهای آنها جایی برای خدا نماند و در آن وقت است که انسانها آرامی را از دست می‌دهند. دعوت من از شما این است دوستان عزیز که آرامی را از دست ندهید. به خاطر دنیا خدا را از قلب خود بیرون نکنید. نمیخواهم داملا باشم، اما همچون یک شخص، همچون یک انسان و همچون یک دوست شما، این نصیحت کوتاهی از من برای شما دوستان عزیز بود که برایم خیلی ارزشمند هست. بله، سالها میگذرند و عمر ما و شما را میگذرد و زندگی در دوام خود ما و شما را عوض میکند، یا اینکه ما و شما خود عوض میشویم. سالها میگذرند و زندگی تغییر میکند دوستان عزیز. دوستانی که همیشه با من بودید و از من سوال میکردید که شما کجا هستید و چرا صحبت نمیکنید، من به شما رحمت میگم، من به شما میگم تشکر. خیلی همت دارین، این لطف شما هست. من که خود هیچم، اما این لطف شما هست که من را خداوند نطق صحبت کردن را می آموزد. همیشه محبت و احسانهای شما را احساس می کنم. همیشه میدانم که هر یکی شما لطف دارید و برای شما دوستان عزیز همیشه خرمی و شادی را آرزومند هستم. خدا نگهدار، تا دیدار.